سلام، روز بخیر بینندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 1 ایون برنامه سرخط خبرها از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشکش شما می شود. من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. در 10 دقیقه بعدی درباره بیشتر شدن شماره پروازهای منتظم میان دوشنبه و مسکو، آغاز فوروم صاحبکاران ازبکستان و تاجیکستان در دوشنبه، بازداشت سروزیر سابق قرقیزستان آموربک بابانوف و دیگر موضوعها صحبت میکنیم. و شروع میکنم از آنکه کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که بنابر معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان تا 1 ایون سال روان در ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی ولایت‌های ختلان و سوخت، ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای نامساعد شده، احتمال بالا رفتن سطح آب و آمدن سیل وجود دارد. این نهاد به ساکنان توصیه داده است که در چنین روزها به منطقه‌های کوهی برای جمع آوری علف و هیزم و چاره‌رانی نروند. این کمیته از ساکنان کشور خواهش کرده است که هنگام در کوه‌ها و دامن کوه‌ها بودن احتیاطکار باشند. روسیه تصمیم گرفته است که سر از 10 ایون شماره پروازهای منتظم میان دوشنبه و مسکو را 1 عدد بیشتر کند. آژانس خبری تاس خبر داد که ستاد مبارزه ضد بیماری کووید 19 در روسیه روز 31 می چنین تصمیم گرفت. بنابر قرار ستاد در برابر افزایش پروازها به دیگر کشورها شماره پروازهای منتظم میان دوشنبه و مسکو از 10 ایون بیشتر کرده می شود. حالا میان دوشنبه و مسکو یک شرکت تاجیکستانی و یک شرکت روسیه هفته 1 پروازی انجام می دهند. با نظر داشت تصمیم نو از 10 ایون شرکت‌ها هفته 2 پرواز انجام خواهند داد. یعنی بر پایه این تصمیم میان دوشنبه و مسکو هفته 4 پرواز مستقیم دایر خواهد شد. پروازها میان تاجیکستان و روسیه که بنابر محدودیت‌های ایجاد کرده پاندمی کرونا ویروس 1 سال باز قطع شده بودند، روز 1 اپریل دوباره آغاز شدند. فعلا شرکت‌های سامان ایر و یوتر هر هفته 1 پروازی انجام می‌دهند. بر علاوه این شرکت‌های اورالسکی اویالینی، یمال و سیبیر هم طریق پروازهای چارتری مسافران را به روسیه می‌برند. مسئولان آژانسی اویاسیون گراژدانی گفتند فعلا از فرودگاه‌های تاجیکستان به شهرهای روسیه روزانه از 10 تا 12 پرواز عملی می شود. طریق این پروازها نزدیک 3000 مسافر به روسیه می رفتند. صرف نظر از این تعداد خواهشمندان در نزد نقطه‌های بلیط فروشی دوشنبه و منطقه ها کم نمی شود. مسافران از کمچینی بلیط و گرانی نرخ آن پیوسته شکایت می کنند. وزارت مالیه تاجیکستان برای جلب 227 کارمند در ریاست‌ها و دستگاه‌های مرکزی، ولایت‌ها و چندی از شهر و ناحیه‌ها آزمون اعلان کرده است. با وزارت مالیه در مجموع 227 کارمند از معاون سردار در سر ریاست‌ها تا متخصصان قطاری لازم بوده است. معاش ماهانه داوطلبان از 841 سامانی تا 2616 سامانی پیشنهاد شده است. در برابر داشتن معلومات دخلدار، داوطلبان باید قانونگذاری ساحه و املای زبان تاجیکی را دانند. عریضه های داوطلبان کار به حجت های ضروری که روی خطشان در سامانه وزارت مالیه نشر شده است تا 21 ایون قبول کرده می شود. سی می اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای اظهار نمود که ایران نتوانست شرح دهد که آثار اورانیوم در یک عده کارگاه‌های نامنویس نشده این کشور از کجا پیدا شده است. این نهاد سازمان ملل متحد اطلاع داد که ایران همانا بندهای سازش هسته‌ای سال 2015 را که با کشورهای ابرقدرت عالم بسته است پایمال می‌کند. دو گزارش اگنتی که در شهر وین نشر شدند امکان دارد مذاکرات ایران با کشورهای شریک سازش سال 2015 را پیچیده‌تر کند. مؤلفان گزارش اول تاکید کردند که فعالیت‌های مورد نگرانی در ابتدای سالهای 2000 یعنی قبل از امضای سازش مذکور به وقوع پیوستند. در گزارش دوم ابراز شده است که احتمال ذخیره اورانیوم ایران فعلا به 3241 کیلوگرم برابر شده باشد که 16 مراتب بیش از معیار معین شده سازش است. سازش هسته‌ای را ایران با 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان بسته است. سال 2018 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این سازش بیرون کشید. بر پایه این سازش که در ایران با نام برجام معروف می باشد، ایران غنیگردانی اورانیوم را تا حد معین محدود می کند و در جواب از بعض امتیازها در تجارت برخوردار می شود.
امروز در شهر دوشنبه انجمن صاحبکاران شرکت‌های تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد. در انجمن که در مهمانخانه هیئت ریجنسی شهر دوشنبه شروع شد، زیاده از 150 نمایندگان دایره‌های تجارتی ازبکستان شرکت دارند. نمایندگان تجاری دو کشور مسائل عملی‌سازی لایحه‌های نوی مشترک را بررسی نموده، اینچنین امضای قرارداد و سازشنامه‌ها درباره تحویل مال و خدمت‌گزاری‌ها در نظر است. انتظار می‌رود تا پایان این انجمن میان شرکت‌های تاجیکستان و ازبکستان در این زمینه سازشنامه‌ها به امضا رسد. انجمن صاحبکاران دو کشور در حاشیه سفر شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان دایر می‌شود که قرار است از 10 تا 12 ایون برگزار شود. دوشنبه و تاشکند نیت دارند که با رواج سودای دوجانبه تکان جدی بخشیده حجم سالانه آن را تا به 1 میلیارد دلار رسانند. شهروندان تاجیکستان لیوبوف گاردییوا و مارگاریتا رسولووا که با نبیره 6 ساله‌شان الیسا نورماتووا از 25 می به این سو در فرودگاه اوش قرقیزستان درمانده بودند به وطن برگشتند. طور خدمات مطبوعاتی فرودگاه مناس خبر داده است این دو زن همراه کودک روز جمعه گذشته قرقیزستان را ترک کردند و در حال حاضر در تاجیکستان قرار دارند. مقامات قرقیز روز 21 می خبر دادند که مرز با تاجیکستان را بستند و به شهروندان این کشور تا حل بحث مرزی اجازه ورود و خارج شدن را نمیدهند. جانب تاجیکستان گفت که از این تصمیم مقامات قرقیز زمانه خبر یافت که صبح 26 می هواپیمای شرکت سامون ایر را با 177 مسافر از بیشکک به دوشنبه پس گردانیدند. همزمان حدود 100 مسافر که شب 25 می باید از بیشکک به تاجیکستان برمیگشتند اجازه پرواز دریافت نکردند. ماموران امنیتی قرقیزستان روز 31 می سابق سروزیر این کشور اموربک بابانوف را دستگیر کردند. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان او با دلیل وجود فساد هنگام اجرای طرح کمتار بازداشت شده است. جزئیات پرونده فاش نشده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان تنها ذکر کرده است که تفتیش فساد در تطبیق لایحه کارکرد کانی کمتار ادامه دارد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف روز 17 می در جلسه ژوگورکو کنش گفته بود که 4 پرونده جنایی مربوط به کارکرد کانی کمتار تحقیق می شوند. بنیادگذار و رهبر پیشینی حزب سیاسی ریسپوبلیکا اموربک بابانوف سالهای 2011-2012 سروزیر قرقیزستان بود. او سال 2017 در انتخابات پرزیدنتی شرکت ورزید و مقام دوم را کسب کرده بود. قهرمان آفریده رفاعت شاعظیم و هنرپیشه تاجیک در فیلمی خیال پرستانی مضافاتی در جشنواره است فیلم فستیوال در ایتالیا بهترین اعتراف شده است. کارگردان فیلم برادر هنرپیشه رومی شاعظیموف در صحیفه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت ما به نهایت خرسند و خوشحالیم. تشکر زیاد به دیرکتور کینو فستیوال ریکاردو کوستا و به همه تشکیل کنندگان جشنواره استی. فیلمی بدیعی خیال پرستانی مضافاتی سال 2020 در کینوستودیوی تاجیک فیلم به نوار گرفته شده است. پیشتر این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های پدران و فرزندان 3 جایزه به دست آورده بود. و بینندگان ارجمند در پایان صحبت درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان برایتان اطلاع می‌دهم. برای امروز 1 ایون بانک ملی $1 آمریکایی را 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 81 درم نرخ گذاری کرده است. امروز ارزش روبل روسی نسبت به روز قبل 50 درم بیشتر است. از روبل روسی 153 سومانی و 90 درم تعیین گردیده است. بینندگان عزیز، نشر نوبتی سرخط خبرها به انجام میرسد. پس از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی با خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.